سلام دوستان، در این روز برفی با یه خبر خیلی خوب همراهتون هستیم. یکی از کلاینت های ما که براشون پذیرش تحصیلی گرفتیم از دانشگاه اتاوا و دانشگاه کارلتون، تونستیم براشون ویزا بگیریم، ویزای دانشجویی به همراه خانواده. تا چند لحظه دیگه وارد فرودگاه پیرسون تورنتو میشن. ما ایشون رو زیارت میکنیم و بهشون ولکام میگیم. سرویس های ما برایشون تموم نمیشه. ما ایشون رو در واقع پیکاپ میکنیم و در به منزلی که براشون اجاره شده توسط همکاران پیاده میشن. براشون سیم کارت و سیم نامبر و باز کردن حساب بانکی هم انجام میشه که انشاءالله لندینگ خیلی خوبی داشته باشن. پروسه کاری ایشون تا به این لحظه یه پروسه 1 ساله بوده که در خدمتشون هستیم و خیلی خوشحالیم که الان ایشون رو در کانادا میبینیم. باشون گپ و گفت میزنیم، پس با ما همراه باشید. سلام، خدمت خانم نرگس هستیم. پروازشون بالاخره به زمین نشست و بعد از رفع خستگی ها خدمت ایشون هستیم تا تجربه مهاجرتیشون رو بشنویم. تجربه مهاجرتیتون چطور بود؟ همجور که میدونین من با فرزندانم اقدام کرده بودم، یعنی همراه داشتم و پرونده خیلی سختی بود و واقعیت اینه که مجموعه‌ای زیر بار اون نمیرفت، ولی و با خوب سابقه یک بار ریجکتی داشتم، ولی خوشبختانه مجموعه شما کمک کردن به ما و در واقع فکر میکنم یک کار بی‌نظیر کردین و توی این اوضاع من و فرزندانم تونستیم ویزا بشیم و همراه هم بیایم توی کانادا. سلام روزا خانم. سلام علیکم. چه حسی داری الان تو کانادایی؟ حس کانادا رو دوست عالی. داری؟ بله. چرا دوست داری؟ خب برف اومده دیگه، چرا دوست نداشته تو باشم؟ پس برف خیلی دوست داری؟ بله. الان خوشحالی که کانادایی؟ بله. و قراره اینجا درس بخونی؟ خیلی عالیه، مرسی.